قصر سیار یا قطار با حشمت توریستی به ایستگاه نزدیک می شود. سیاحت جالب و دیدنی در پیش است. اولین مسافران روز 25 سپتامبر در ایستگاه راه آهن مورد استقبال گرم قرار گرفتند. انتظاری آنها از این سفر زیاد است چون در 8 روز و 7 شب از جیپور، اودیپور، بهارتپور تا شهر و منطقه های دیگر باید جایهای بهترین دیدنی ایالت راجستان هند را ببینند. की दृष्टि से हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ये जो ट्रेन है राजस्थान के लिए एक लैंडमार्क है. این قطار برای رشد ساحه توریسم راجستان نقش مهمی خواهد داشت. مسافران از سراسر جهان برای سفر آمدند. شما می‌بینید که قطار آرایشی مخصوص دارد. مثلا آشخانه‌اش با یادآوری از میراث فرهنگی و هنری راجستان در موضوع شش محل آرا داده شده است. خودی قطار هرچند نو نیست ولی تشکیل سیاحت توریستان یک تشبوس نو است و این مهمانخانه سیار از ماه سپتامبر تا اپریل هر سال خدمت خواهد کرد. قطار 14 وگان و 41 اتاق جداگانه دارد و در یک وقت 80 مسافر را جای داده می تواند. هر اتاق با شیوه خاص شاهانه فرهنگ هندی آرا داده شده است و بعضی از اتاقها نام قصرهای معروف راجستان را گرفتند. نرخ سیاحت یک هفته‌ای یک مسافر از 830 تا 3894 دلار تعیین شده است. من از سیاحت در این قصر سیار امید زیاد دارم. برایم تماشای آرایشی داخل قطار بسیار جالب است. امیدوارم سفر بسیار خوبی داشته باشیم. مسافران برابر با تماشای منظره‌های پشت شیشه از اتاق‌های خوابی با شکوه و طرفخانه‌های مجهز استفاده می‌کنند.